سلام. حتما شما هم یک برند یا به اصطلاح عامیانه یک مارک رو در هر زمینه‌ای که باشه دیوونه‌وار دوست دارید. استدلال همه ما همینه که خوشگل، لوکس، اسپورت، با دوام، خفن، آرامش بخش یا مطمئنه. حتی گاهی اوقات بعضی از ما متعصبانه یک برند یا یک محصول از یک برند رو میپرستیم. مثل کفش زدیکس که محبوب قشر خاصی از جامعه است. تا حالا شده از خودتون بپرسید که چه چیزی باعث شده ما درباره برندها و محصولاتی که تولید میکنن همچین احساساتی داشته باشیم؟ یا مثلا چه چیزی محصولات نایکی رو از محصولات لویی ویتون متمایز میکنه؟ با هنرجو همراه باشید تا درباره مهمترین عنصر یک برند صحبت کنیم. عنصری به نام آرکتایپ برند. قبل از هر چیز باید یک تمایز بین هویت برند و هویت بصری اون قائل بشیم، چون معمولاً این دوتا مقوله با هم اشتباه گرفته میشن. هویت بصری برند اولین چیزیه که مخاطب از یک برند میبینه، مثل رنگ، نشان، تایپوگرافی، بسته‌بندی و هر چیزی که مخاطب مستقیماً با اون سر کار داره. اما هویت برند پایه و اساس و پیش زمینه دیزاین و چگونگی شکلگیری هویت بصریه، یعنی بر اساس شخصیت، منش و خط مشی تعیین شده هویت بصری اون برند شکل میگیره. اینجاست که در شروع تعریف یک برند بر اساس اهداف، خدمات و محصولات یا جامعه هدف اون به اصطلاح یک آرکتایپ برای اون تعریف میشه. کلمه آرکتایپ از دو واژه یونانی میاد. آرک یعنی آغاز یا اصل و تایپوس یعنی الگو یا طرح. پس در معنای لغوی آرکتایپ یعنی الگوی نخستین، کهن الگو، ماهیت یا طرح اولیه همه چیز. اما کسی که این مفهوم رو به جهان مدرن آورد کارل گوستاو یونگ، روانشناس و فیلسوف سوئیسی بود که در اوایل قرن 20 روانشناسی تحلیلی رو هم ایجاد کرد. یونگ معتقد بود در ناخودآگاه جمعی همه انسان‌ها الگوهای ازلی و تکرار شونده‌ای وجود داره. اینها همون کهن الگوهایی هستند که از اساطیر تا تبلیغات امروز در کنار و با ما زندگی می‌کنن. دهه 1990 میلادی دو پژوهشگر به نام‌های مارگارت مارک و کارول پیرسن در کتاب معروفشون به نام قهرمان و عاصی ایده یونگ رو به برندینگ آوردن. اونا گفتن برندها مثل انسان‌ها شخصیت دارن و هر برند با یکی از این 12 کهن الگو تعریف میشه. این 12 کهن الگوی آرکتایپ شامل خالق، حاکم، پرستار، حکیم، شورشی، معصوم، قهرمان، دلقک، همه پسند، جادوگر و ماجراجو و عاشقه. بیاید با چند تا مثال ساده از برندهای مشهور ادامه بدیم. آرکتایپ برندهایی مثل نایکی و آدیداس قهرمانه، یعنی هدفشون غلبه بر محدودیت هاست و این پیام رو بسیار زیاد در تبلیغات محصولات ورزشی اونها دیدیم. آرکتایپ برندهایی مثل اپل و ادوبی خالقه که سعی دارن دنیای تازه و جدیدی رو بسازن. آرکتایپ برندهای کوکاکولا و داو بیگناه یا معصومه و فقط سعی در ایجاد شادی و لحظه‌ای ناب در زندگی رو دارن. آرکتایپ برندهایی مثل هارلی دیویدسن و دیزل شورشی و قانون شکنه. اونها حامی آزادی، خطر و استقلال هستند. آرکتایپ برندهایی مثل دیزنی و سونی هم جادوگره، یعنی خلق تجربه‌ای خیال‌انگیز و کودکانه. به این ترتیب آرکتایپ ها به برندها کمک میکنن تا شخصیت و لحن مشخصی پیدا کنن و مخاطب بدون فکر آگاهانه با اون برندها احساس نزدیکی کنه. در طراحی گرافیک شناخت آرکتایپ برند به طراح کمک میکنه هویت بصری هماهنگی بسازه، چون هر کهن الگو با فرم، رنگ، تایپوگرافی و حس خاصی گره خورده. بیاید چند ثانیه به این جدول مهم نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم. این جدول در عمل به دیزاینرها کمک میکنه تا بدون گم شدن در سلیقه شخصی خودشون تصمیم‌های طراحانه رو با شخصیت برند هماهنگ کنن.
چرا آرکتایپ ها هنوز مهمن؟ چون برند فقط لوگو یا رنگ نیست، روایتی که در ذهن و دل مردم ساخته میشه. وقتی برند با کهن الگو یا آرکتایپ خودش سازگار باشه، در تمام نقاط تماسش از دیزاین و بسته‌بندی گرفته تا تبلیغات حس واحدی رو منتقل میکنه و این یعنی اعتماد، تداوم و هویت پایدار. آرکتایپ برند در واقع پلیه بین روان انسان و استراتژی برند. یادآور اینه که طراحی گرافیک و برندینگ فقط زیبایی شناسی یا بازاریابی نیستن، بلکه پیش زمینه روانشناسانه دارن و زبانی هستند برای بیان شخصیت‌ها و اساطیری که در ناخودآگاه جمعی ما ریشه دارن. پس دفعه دیگه وقتی با برندی مواجه شدیم، از خودمون بپرسیم اینجا کدوم داستان اساطیری روایت و تکرار میشه؟ و اون وقتی که دیزاین رو از نگاه روانشناسانه و روایت‌های انسانی می‌بینیم. برای آشنایی با محتواهای دیگه هنری، چنل استودیو دیزاین هنرجو رو سابسکرایب و اعلانات اون رو فعال کنید.